5 نمونه سایت خارجی که درآمد فوق‌العاده بالایی از گوگل ادسنس دارن. امروز میخوام یه ایده‌ای بهتون بدم که ایده هایی بهتون بدم که سایت های خارجی دارن این رو اعمال میکنن و درآمدهاشون فوق‌العاده عالی هست. شما با استفاده از این ایده ها یک کمی اینور اونور کردن این ایده ها و یا حتی ایده های جدید که نسبت به این ایده ها میگیرید میتونید یک وبسایت انگلیسی زبان ایجاد بکنید و بتونید کسب درآمد بکنید از طریق گوگل ادسنس. توجه داشته باشید حتما نباید وبسایت داشته باشید، شاید بخواید یک وبلاگ داشته باشید. من وبلاگی هم که میخواید روش کار بکنید هم و میتونید روش کار بکنید هم براتون معرفی کردم که وبلاگ متعلق به گوگل است که همون blogger.com که میتونید از اون هم استفاده بکنید تا بتونید هزینه ای رو در وهله اول برای هاست دامنه پرداخت نکنید و به صورت کاملا رایگان این شیوه رو پیش ببرید و کاملا قابل انجام هست و این کار عملی هم هست. خب اولین وبسایتی که میخوام بهتون معرفی کنم یک سایت ابزار هست، ابزار دانلود از اینستاگرام. اسمش هست snapinsta.app. شما میتونید با استفاده از این وبسایت که یک وبسایت تک صفحه‌ای هست، همونطور که دارید میبینید یک صفحه داره، داخل این وبسایت وارد بشید و بیایید لینکی که مرتبط هست به مثلا ویدیوتون، عکستون رو اینجا قرار بدید و این دانلود رو بزنید که باعث بشه شما بتونید دانلود بکنید از اینستا. هر کدوم از اینها رو هم میتونید، یعنی ویدیو، عکس، استوری، ریل و آی جی تیوی که حالا قبلا بود الان دیگه نیست، میتونید از اینها استفاده بکنید و با استفاده از یک سایت ابزار، حالا با دوست برنامه نویسی که دارید یا خودتون حتی چنین سایتی رو درست بکنید که کار زیاد سختی هم نیست. کد نویسی چنین سایتی یک سایت تک صفحه‌ای هست که چند زبانه هم هست، فکر میکنم چون اینجا لنگویج نوشته چند زبانه هم هست. شما میتونید با استفاده از این شیوه بتونید دانلودهای مختلفی رو در اختیار کاربرهای خودتون قرار بدید. بعد میتونید بیاید این وبسایت رو که بازدید گرفت و کلیک گرفت، حالا حتی روزانه 100 تا کلیک هم گرفت، میتونید این رو به ادسنس وصل بکنید و از طریق ادسنس بتونید کسب درآمد بکنید. خیلی فوق‌العاده، خیلی شیوه جالبیه و اینجا حالا سوال جواب باشه دیگه که پرسیده مثلا چطوری باید اینو مثلا انجام بدیم برای دانلود ویدیو این داستانا. میتونید از این شیوه استفاده کنیم. سایت snapinsta.app. وبسایت بعدی که میخوایم معرفی بکنیم، نگاه کنید همین اولی سرم ادش اومد دیگه، این اد ادسنس هست که اینو کلوز میکنیم. snaptik.app. snaptik هم برای تیک تاکه، یعنی شما میتونید ویدیوهای تیک تاک رو اینجا پیست بکنید و بعد قسمت دانلود رو کلیک بکنید تا بشه ازش اون ویدیو رو دانلود کرد. اسنپتیک هم مثل همون اسنپ اینستاست و شما اینجا هم میتونید با استفاده از ورودی هایی که حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی میارید، مثلا فیسبوک، اینستا، نمیدونم پینترست و جای دیگه، روزانه بتونید اگه به 100 تا کلیک برسونید کم کم شیوه های درآمدزایی شما پیدا میشه و با استفاده از ادسنس میتونید از این طریق هم کسب درآمد بکنید. شیوه خیلی جالبیه. یک سایت کاملا تک صفحه‌ای هست که آموزشش رو در جلسات دیگه ما چنین وبسایت هایی رو هم میدیم که اصلا چطور میشه یک سایت ابزار درست کرد. من فعلا دارم معرفی میکنم این شیوه ها رو، حالا اینکه چطور باید چنین چیزی درست کرد، سایت ابزار، مثلا سایت دانلود، سایت هایی که نیاز هست که شما یکم برنامه نویسی هم کار بکنید و چنین چیزی رو در اختیارتون قرار میدم. سایت بعدی که معرفی میکنیم سایت متریکول هست، metricool.com. این وبسایت هم
یک وبسایتی هست که در زمینه مجله سوشال کار میکنه، یعنی در رابطه با اینستا، شبکه‌های اجتماعی مختلف میاد مطلب قرار میده و با استفاده از ادسنس کسب درآمد میکنه. اگه قسمت بلاگ این وبسایت رو ما وارد بشیم، توی قسمت بلاگ لاست نیوز، آخرین اخباری که مربوط هست به سوشال مدیا رو در اختیار ما قرار میده. مثلا اینجا میگه مدیریت ریسک شبکه‌های اجتماعی برای برندها و بیزینس ها رو داره توضیح میده و هر کدوم از اینها یه دونه پست بلاگ هست دیگه. مثلا میگه هم برای این پستای مربوط به اینستاه که داره الان نشون میده، مثلا چطوری ریسک بکنیم داخل، میگه چی هست ریسک روی اینستاگرام. مثلا اگه بخوایم مطالب و محتوای مرتبط به اینستا رو ببینیم، اینجا رو میبینیم. اگه نه، مثلا مطالبی که مربوط به شبکه اجتماعی تیک تاک هست و محتوایی که مربوط به تیک تاک هست رو میخوایم ببینیم، اینجا برای ما توضیح میده روی تب تیک تاک که چطوری مثلا ریکاوری بکنیم یه دونه اکانتی که یعنی چجوری باز برگردونیم یه اکانت که مرتبط به تیک تاک هست. و اینجا پست‌های مربوط به تیک تاک، بعد مرتبط به ایکس یا توییتر این سایت داره به ما معرفی میکنه، داره روش‌هایی که مرتبط هست که به هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی کارهایی که میشه انجام داد رو به ما توضیح میده. فیسبوک رو داره مشخص میکنه و در نهایت یوتیوب رو هم داره مشخص میکنه. چطور ایجاد بکنیم یک ویدیوی یوتیوب با استفاده از یوتیوب با استفاده از AI، مثلا اینجا داره به ما توضیح میده. یا مثلا چطور دانلود بکنیم شورت های ویدیو شورت هایی که مرتبط هست به یوتیوب. خیلی این سایت ها بازدیدهای خیلی خوبی دارن. شما میتونید با استفاده از این نوع وبسایت ها و اطلاعاتی که به کاربر میدید و محتوایی که به کاربر میدید، میتونید از این طریق کسب درآمد بکنید. چیزهای جالبی هست که مرتبط هست به سایت هایی که مربوط به سوشال هست. قسمت بعدی، سایت بعدی که میخوایم معرفی کنیم سایت APKPure هست. حالا این وبسایت الان برای من نمیدونم چرا باز نمیشه. .com. APKPure یک وبسایتی هست که به شما برای دانلود اپ‌های اندروید هست. یعنی شما میتونید با استفاده از این وبسایت، داخل این وبسایت اپ‌های اندروید قرار گرفته و شما میتونید این اپ‌ها رو دانلود بکنید. این وبسایت هست. حالا باز نمیشه، فکر میکنم نیاز به سرویس های تغییر آی پی هم داره تا بتونه باز بکنه این وبسایت رو. خب ولی متوجه باشه که apkpure.com مرتبط هست به دانلود اپ‌ها، یعنی اپ‌های مختلف رو داخل این وبسایت قرار میدن برای دانلود و شما میتونید اینها رو دانلود کنید. وقتی که کلیک کور وبسایت بالا میره، به ادسنس همه این وبسایت ها رو وصل میکنن و باعث میشن که درآمد افزایش پیدا کنه. وبسایت آخر وبسایت واریو فروم هست. یک وبسایت انجمنی هست. یعنی شما یک وبسایت میتونید درست بکنید، ایجاد بکنید که این وبسایت یک وبسایت هست در زمینه های مختلف. میتونه اینجا مثلا اینجا الان در رابطه با دیجیتال مارکتینگ و مارکت پلیس اومدن سوالاتشون رو مطرح کردن و یک سری افراد دیگه میان اینجا مثلا زیر این جواب این وبسایت جواب این رو میدن. این وبسایت ها رو بهشون میگم وبسایت های فروم که میتونید از این وبسایت ها هم استفاده بکنید برای کسب درآمد. مثلا اومده در رابطه با کار تیک تاک روی یه دونه مثلا چتبات AI رو توضیح داده، یا مثلا تیک تاک شاپ یعنی فروش مغازه تیک تاک و اینا رو اومده توضیح داده. بعد خیلی هر کی اومده یک سوالی رو مطرح کرده و یک جوابی رو هم گرفته. چیز جالبیه، وبسایت جالبیه، میتونید از این وبسایت هم استفاده بکنید.
برای کسب درآمد و با استفاده از ادسنس بتونید درآمد خودتون رو با این نوع وبسایت ها و سوالاتی که کاربران میپرسن، مثلا اینجا در رابطه با SEO پرسیدن، میتونید از این بخشا، حالا شما میتونید فرومتون در زمینه حالا دیجیتال مارکتینگ باشه، در زمینه نمیدونم آرایشی بهداشتی باشه، در زمینه ورزشی و سلامت باشه، این دیگه بستگی به خود شما داره که بخواید از اینها استفاده بکنید. این وبسایتی هست تقریبا که شما میتونید به راحتی چنین کاری رو باش بکنید. حالا هر کدوم از این وبسایت ها رو ما نحوه ساختش رو هم در جلسات آتی که چطور باید چنین چیزهایی ساخته بشه هم بهتون میگیم. بعضی از این وبسایت ها رو شما میتونید با استفاده از سیستم های تولید محتوا مثل وردپرس ایجاد بکنید، اما بعضی از این وبسایت ها رو نیاز داره که یکم کدنویسی هم همراه وردپرس باشه که بتونید از این طریق چنین وبسایت هایی رو ایجاد بکنید. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه و بتونید از این آموزش هم استفاده بکنید و بتونید یک وبسایت ادسنس رو هم ایجاد بکنید. من در آخر باز هم میگم کارهای اینترنتی نیاز به یک زمان داره، یعنی شما حتما باید یک زمانی محدوده مثلا 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه رو توی این کار باشید، فعالیت بکنید روی وبسایتتون، حتی روی یوتیوب، حتی روی اینستاگرام، تا بخواید اون نتیجه مطلوب رو بگیرید. اینطوری نمیشه که مثلا 2 هفته 1 ماه به نتیجه برسید، اما اگه پشتکار داشته باشید، پیگیر باشید، میتونید به راحتی به درآمدهایی که داخل کانال گفتم برسید. نیاز به صبوری داره و نیاز به کار داره و اگه چنین کاری رو انجام بدید مطمئن باشید که به این درآمدها میرسید و مطمئن باشید که به اون چیزی هم که میخواید که رسیدن بازدید هست، حالا چه توی یوتیوب، چه توی اینستاگرام، چه توی پینترست و چه توی فیسبوک و روی هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی به اون چیزی که دلخواهتون هست خواهید رسید. پس حتما پیگیر باشید، حتما مثل یه دونه کسی میمونه که یه کارمنده. من همیشه این مثال رو میزنم، یا کسی که یک مادر خونه، نیاز نیست که شما انگیزه بهش بدید که هر روز غذا درست بکنه، مادر خونه هر روز غذا رو درست میکنه. پس در نتیجه نیاز به انگیزه نیست، انگیزه ای اصلا نیاز نیست. پس این فقط مهمه که شما صبر داشته باشید، کار رو هر روز انجام بدید تا به اون نتیجه‌ای که میخواید برسید.